امروز در برنامه بامداد خوش یک شعبده‌باز بسیار ماهر با استعداد جوان دعوت کردیم و بسیار پیسه‌دار، به خاطر که کاغذ برش بیتی پیسه جور میکنه، قنقوزه که بیتی برش مادر کایکا جور میکنه، کارایی کنه که حیران بمانین. محمد جواهری میهمان ما هستند در برنامه بامداد خوش. صبح بخیر، خوش آمدین. صبح بخیر. اول که یک سلام بکنم خدمت هموطنان عزیز. یاد خدا و سلام خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوار هستم هر کجا که هستین صبح خوبی داشته باشین و از این صبح زیبا لذت ببرین. همچنین سلام خدمت شما. چرا شعبده‌باز شدی جواهری؟ والا شعبده‌باز جالبه. من 5 ساله بودم که پدرم می قطر نشان داد. همین بازی تکنیکای ساده. سعی کردم دیدم چقدر جالب که میشه یک نفر که یک مشکل داشته باشه به یک فکر دیگه، یک طرف دیگه ببری فکری. دیگه باز دیگه قطعه بازی یاد گرفتم و رفتم به اندیوالا نشان دادم. خواهرها برادرها و دیدم که اونا عکس العمل خوب بود. گفتم نه، شعبده‌بازی برام مجبور شده. دیگه همون دیگه تلاش کردیم تا که شعبده‌باز بشیم. گپای زیاد همراهتان داریم. یک نمایش، یک کار برای ما بکنین، یک شعبده‌بازی بکنین تا ببینیم که یک قدر تعریف کردیم. شما این کارو میتونین یا نمیتونین؟ چرا نه؟ بیشتر از چیز گپ زدید، از کاغذ. نه؟ آها. من کاغذ ندارم ولی خب این کتلاکار ایشا قیچی کردم. میبینه نه؟ دیده میشه؟ میبینه؟ میبینم کاغذ است. صحیح نشان بده بر من ببینم کاغذ است یعنی 100% کاغذ است. میشه؟ دیدین؟ الان این قطعه که این قطعه کاغذ است. این کاغذ ها هیچ ارزش نداره. اما اگه تو کنیم دفعتاً پیسه میشه. چی قسم کردین؟ بخششی. آخر یک هزارک. حال بر شما خب بسیار زیادت ساده است که کاغذ من مزاق کردم، پس بده. من مزاق ندارم برای کس. از تا چای صبح پیسش برآمد. تشکر بسیار زیاد. خیر ببینی والا. یک دفعه دگام، یک دفعه اجرا کنین، 1000 دگام بگیریم. از کجا آغاز کردین به شکل حرفوی شعبده‌بازی را؟ درس داره، مکتب داره، کورس داره، ما از تا کورس بگیریم؟ چلو 9 سال پیش حرفه‌ای شروع کردم. 9 سال پیش با هالیدی رفته بودم ایران، فامیل بیرون. باز اونجا یک دکان چیز دیدم، شعبده‌بازی نوشته کرده بود که یاد بگیرین که سکر همین پلیسیا قیب کنین کمتر از 5 دقیقه. من باور نکردم. وقتی وارد شدم من شعبده‌باز کار تکنیکای نشان داد. خب باز رفتم لندن، که رفتم اونجا دیگه شعبده‌بازار دیدم، باز عضو ماجیک سرکال شدم و شعبده‌باز دیگه دیدم. هم تجربه هم باشته شد تا که 9 سال شد دیگه. یک نمایش باز گپای دیگه ما بخیر. یک نمایش؟ خوبه. چی می‌بینیم؟ از قطعه یادآوری کنیم. قطعه؟ خوبه. ای کل قطعه فرق میکنه نه؟ نه کما که گدوات کنین، اعتماد نداره شما. خیر باشه. از زیاد قطعه بازی کنیم، بیاین از زیاد یاد دارم. خیلی میتونید ادامه بدین، ما ساعتی که پیسه میگیرم اینجا. مزاق کردم. کم مزاق نداریم دیگه جواهری. مثلا کل قطعه فرق میکنه. صحیح؟ تمرین کار داره. الان یک قطعه از بین از اینو خوش کنین. هر قطعه که خوش میتونم قطعه را برای بیننده نشان بدم؟ البته یک قطعه خوش کنین. خود دیگه تو چرا اوتو میکنی؟ خیر هر قطعه که خوش قطعه زبانم داره. برفاکون موتر. خیره به من نشان ندین، مسائل نمیکنم اون طرف. خب بکل کامera است. این همتون عزیز ببینید شما. صحیح؟ افتایی پشه است. خب فهمیدم. بله شما هیچ وقت دروغ نمیگین. یک بار دیگه مسائل نمیکنم، قول میدم. صحیح؟ صحیح؟ میبینه نه؟ میبینین؟ من خب میبینم دیگه، بیننده را نمیفهمم. بدون که دست بزنی شور خورد؟ اینه قطعه شما. نه از ما افتایی پشه بودی نیست. ای بوده. بسیار جالب. خب این یک امضا کنین، یک چیزی نوشته کنین، هر چی که خوش دارین. این نوشته کردم نیمو. چی معنا؟ یک کارتونیست. خب میگم کلان شدین دیگه، بسه. از خورتکی تا کلانی، از کلانی تا پیری، از پیری تا بکن. خب صحیح؟
یک دونه نوع قرب نوع خشت هست به دنیا مثل دیسه شد. اگه ما بین بانیم تقریبا 25 کارت اگه تو کنیم دفتن به سر میه. یک بار دیگه قطر میبینید. نفهمیدم. نه سعی کنیم. مزاق نمیکنم. صحیح شد؟ این داخل در بین است. تقریبا. اگه تو کنیم باز میه با سر. نه یک بار دیگه. پلک زدین. مزید پلک نزدین. هم تمرکز. صحیح؟ در بین است. بین دفتن میه با سر. چیزی که امضا کرده بودیم. یک سال شما نشون یک بار دیگه. باید با خوب توجه کنم. خوب متمرکز فکر کنم. نیم از این کارتا رو به دست خوب بگیره. نیم کارتا. خوبه؟ این قطعی که امضا کرده بودین اینجا رفت صحیح؟ به سر نیست میبینید؟ اما اگه ایت کنم دفتن میای به سر. صحیح شد؟ این نیست. نه من اشاره میکنم به اون طرف اومد. از اینجا این اون طرف رفت. قطعه سر. خب یک دفعه دیگه. این دفعه یک کار دیگه میکنیم. خب که متوجه شین که چی گپ شده اینجا. این قطعه شما امضا کردین. من نمیتونم که قطعی که امضا کردیم تکنیک برم. صحیحه؟ از این دو تا قطعه نیست یکی دیده میشه نه؟ میبینه نه؟ این حال خود انگشت خود میبینه نه؟ میبینه نه؟ بزن بره. میبینه نه؟ بزن. یک چیزا رو که یاد داشتم یک چند 50 دارم امیر برم $100 بساز. یک دونه 50 دارم امیر $100 جور کنم. امیر میسازم. امیر یکی از بیرون. آخر از جالب است. به خاطر اینکه گیت کنیم حال قاط میکنیم قطر. صحیح شد؟ و حال شما میتونین تعقیب کنین. صحیح؟ دیگه قطعه سر میره. میبینین نه؟ نه مثلا تشکر. چی گپایست که دیگه قطعه نبوده ما بیخبر بودیم. بسیار جالب بود. خب حساب $2 تا $100 ما چطور میشه؟ صدی؟ خب کدام یکی از اینا شما به ما دادین؟ ای یا ای؟ هر دویشه. تشکر. به زبان گفت هر دوی دادم. هزاری رفت گرفت 50 یار پس. نه مزاق کردم بگیر. تشکر. اینجی بود. چقدر باید زحمت بکشی تا اینقدر شعبده بازی یاد بگیری؟ روز 8 ساعت جلوی روی آینه باید تمرین کنیم. 8 ساعت و 4 ساعت هم اجرا کنیم. شما روز چند ساعت کار کردید؟ من ولو تجه که بعض وقتا تا 16 ساعت 17 ساعت هم در روز تمرین کنم. اگر کدام نمایشی باشه که همتون ایز دعوت کنیم شما نمایش بتین در یک تالار در یک استیج. باعث افتخاره. همتون ایز میفهمم به جایزی که از گپ‌های ما کده نمایشات شما رو بسیار زیاد دوست دارم. یک نمایش دیگه هم بخیر. یک نمایش دیگه؟ چی خوش دارین ببینین؟ باش که یک چیز لاشتکار دستان بند کردین بسیار جالب است. لاشتیک. صحیح؟ زرد که دیده شه. صحیح؟ یکم که پیشتر میام دیده میشه نه؟ میبینی؟ از این طرف هم خطا نمیخوره، از این طرف هم، از این طرف هم، از این طرف هم. یک بار دیگه هم کم بتونه از ما خوب دقیق شوند. میبینین نه؟ صحیح؟ اینا یک نه یک دفعه دیگه نشد. بیشتر بین شما بیشتر بین. من دیدم. من بیخی دقیق میبینم. مزاق نمیکنم. صحیح؟ کامرا درست است مصطفی جان نوابی. همتون از ما میبینن؟ یک بار دیگه هم نه هیچ نشد. یک بار دیگه باید یاد بگیریم. خیر. باید یاد بگیریم. میگن اگر که حالا چی؟ صحیح دیگه نه؟ تخریب نداره. میگن که اگه شما بازی کنی تو یک ستاره هستی، من یک ستاره هستم واله. مزاق بودی. مردم خنده میکنن. شروع تا مزاق‌های دامن. اگر کلا کنیم میشیم ستاره داخل ستاره. هی اینا امیر تو بگیر خیلی خوب. نه خیلی دست پاک بگیر. مزاق کردم اون پاک بود. نه دیگه گفتم پاک بود. از اینجا بگیر. الا نکن. حالا سیکو. شما باید بازی میکنی لکو؟ یادگاری. تشکر. خواهش میکنم. این ما دستم مندازم. در گوشم گفتم میرن که نمایشات ادامه بتین. ادامه بدیم. خوبه. چقدر وقت داریم؟ وقت زیاد داریم. 5 دقیقه دیگه وقت داریم. 5 دقیقه دیگه؟ خوبه. همتون از ما بسیار خوششون آمده برشون جالب است. چند لحظه تو وار خوش بسازیم کلان افتخار است. خوبه. باش که یک کار قطعه نشون بدم. یکم که نوه شاید که لذت ببرید.
ما یا جونی شدیم به خاطر که آزتا جان میگه تکیه کو. تکیه میبینید شما نه؟ خب قطعه باز دوباره نشان میدم که کل قطعه فرق میکنه. صحیح؟ نه توس خش دو دانه بود. نه یک دانه بود. اوپس. مذاق میکنه. حالا من ایت بکنم هر کجایی که شما علاقه داشتین میگین استاپ، هر کجا که گفتین انا مونجا من استاپ بکنم بگین استارت شو. صحیح. انا مونجا صحیح؟ استاپ. همیجی؟ فراموش نکنین قطر. ما فراموش نمیکنیم یک دقیقه. صحیح؟ دیدیم. دیدین؟ صفحه فراموش نکنین، چون که فراموش کنین در آخر بعد است. خب آره من حدس میزنم که نه اینجا نیست قطعه که شما خوش کردین. اینجا هم نیسته. من مطمئن هستم که یکی از این قطعه شمایه. مطمئن هستم که حاضر هستم شرط بندی کنم. شما حاضر هستین؟ چای صبح. چای صبح؟ خصیه. باز چای صبح مفت کنیم. من فکر میکنم که قطعه که شما خوش کردین بین از این قطعه باشه یک جایی. اگر قطعه خوردید هیچ عکس العمل نشون ندین. از عکس العمل فهمیده بشه. صحیح؟ خب من تنها شریک نیستم دیگه، من تنها چیزی که از تلویزیون رو میبینن اونا هم باید عکس العمل نشان ندن. اونا هم باید عکس العمل نشان ندن. خب متوجه باشین هم تنها عزیز ببینیم که چی چال میزنه. میتونه قطعه شباهی باشه؟ عکس العمل نشان ندید. میتونه ای باشه؟ شاید هم نباشه. میتونه ای باشه؟ شاید هم نباشه. میتونه ای باشه؟ یا که ای. صادقانه بگین آیا قطعه که خوش کرده بودین اینجا دیدین یا نه؟ صادقانه. دمی بین است ولی اصلا؟ قطعه که شما نشان میتین یفتایی قره نیست. خب پس دیدین قطعه نه؟ قطعه رو دیدیم. 1 2 3 4 5 خلاص. دست خودتو بگیرین هر دو دست اینجا پیش بی بر تو به نام خدا. 5 قطعه پیشتر بودا. حالا 1 2 3 4 قطعه. یک قطعه گم شد. قطعه که خوش کرده بود اینجا هست یا نه؟ نه. صبر کنین این اینجا 3 قره. 3 قره من میگیرم. سعی کنید طرف او طرف بزنم. میبینین یک قطعه به مابین هسته. پیزیتایی قره و یک خبر و ماجل. ادامه برنامه بامداد خوش و آخرین نمایش آقای جواهری در برنامه امروز. چه گپ است بخیر؟ خیریت خوب هستین؟ مرا گفتن که دستای تنم تو بگی. دستا را بگیریم. ایتو کنیم اول. نه ایتو. خوبه. بسم الله بخیر. ایتو بگیرین چه خوب حلقه ایه. شاید آخر برنامه حلقه نبینین. نه گپ نزن. توس. خب نشان بدم برای همتون. نشان بدین لطفاً. بله. یعنی همتون عزیز 4 دانه توس. پشه، خشت، لال، قره. از پشه شروع میکنیم. خشت، نواش قره. شکو که ما رو نکنیم از قره. ای؟ 100%. اوکی. پلپ نزنین خودتان. خب اگه پلپ بزنین نمیبینین. میبینین دیگه؟ صحیح؟ فعلا خب میبینیم. اگر از سر چشم ما کدام جادوگری نکنی. نه واقعا خوب نیستم. خب یک تار مو کار دارم. تست نازنین. فکر میکنین کدام توسه؟ توسه پشه. نشون بدین. این توس لال. اینی هم دست خود بگیرین لطفاً. اینجا رفته بود. توس خشت و این آخری توس باش که توس در جیبای دگام 100%. نه. چی توس ماند؟ قره. کل قطعه قیب بشه غیر از یک توس. بسیار زیاد تشکر. بسیار جالب. اگه قطعه برم من میرم. شب بخیر. صبح بخیر. خوش آمدید. بسیار زیاد جالب دیدنی. هموطنان عزیزی که بیننده برنامه بامداد خوش بودن. یک دنیا تشکر که لحظات چند هموطنان عزیز خسته ما رو شما خوشحال ساختین. تشکر بسیار زیاد. ان شاء الله یار زنده صحبت باقی بازم از شما دعوت خواهد کردیم در یکی از برنامه‌های دیگه. تشکر آقای جواد. خواهش میکنم. وقفه کوتاه در ادامه دو اشتراک کننده برنامه آواز افغانستان و در سرخط اخیر دکتر سیب کنشکا سخنگوی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند.